سلام دوستان، خواستم یه مطلبی رو بهتون بگم. ببینین فصل الان برج 9 404 ما الان داریم سمت شهرک آزادی یه کاری رو میزنیم. خیلی ها بهشون میگیم آقا زمستون محیط رو باید گرم کنیم، کاغذ دیواری میخواین نصب کنیم. بعضی کاغذ دیواری رو با رنگ اشتباه میگیرن، در و پنجره رو باز میکنن هوا بخوره. آقا زمستون میخوای کاغذ دیواری نصب کنی باید محیط گرم باشه. وقتی شما محیط رو سرد میکنی لبه‌های کاغذ بلند میشه. من الان اینجا ببینید ما هم از چسب زیر کار استفاده میکنیم، هم ببینید این چسب چوب شما، این چسب پرایمر، این هم چسب آیسترگل که چسبای خوب بازاره. حالا اینجا این بنده خدا چیکار کرده؟ اومده گاز روشن کرده اینا واسه اینکه گرم شه. حالا یکی از این کارو نکرده، روشن نکرده، لبه‌های کاغذ بلند شده. بعد زنگ میزنه میگه آقا بیا لبا رو درست کن. میگم مرد حسابی شما باید خونه رو گرم نگه داری تا کاغذ خشک. حالا من عکسشو براتون میذارم، ما که رفتیم کارو درست کردیم، ولی خب کسی که میاد براتون کاغذ دیواری نصب میکنه حالا یه چیزی میگه آقا من که سردم نیست که الان من دارم کار میکنم گرمم، ولی شما واسه کار خودت ارزش خودش الان یه رو کاغذ دیواری شده 500,000 تومان 600,000 تومان. اینا خراب میشه. گرم باشه محیط تا این باداش خوش تمیز چه کارت درگیر تموم. اینو گفتم حرف خیلی از نصابا امروز بهتون بگم که حتما یکی بهتون میگه آقا خونه رو گرم کن، به خاطر سرمای خودش نمیگه، به خاطر کار خودتون میگه. ولی منم دوست ندارم دوباره کاری شه، دوست دارم آقا کار تمیز باشه، مشتری بیشتر شه. ممنون. اینو بفرستیم به هر کسی که میخواد تو زمستون کاغذ دیواری نصب کنه.